سلام، وقت شما بخیر و مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: ابراز نگرانی سازمان ملل نسبت به تلفات افراد ملکی در حملات اخیر پاکستان بر مناطق مسکونی در افغانستان، برگزاری نشست میان وزارت مهاجرین و نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و افزایش شمار جانباختگان زلزله اخیر ونزوئلا به 1700 تن. امروز سه‌شنبه 9 ماه سرطان سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. پس از تلفات افراد ملکی در حملات رژیم نظامی متجاوز پاکستان بر مناطق مسکونی افغانستان، استیفن سخنگوی سازمان ملل در نشست خبری اعلام کرده است که آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان نسبت به تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی عمیق کرده است. دوچاریک گفته است که گوتریش بر ضرورت حفاظت از افراد ملکی و تأسیسات عامه تاکید کرده. این در حالی است که هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان یوناما نیز تاکید کرده است که در حملات اخیر رژیم نظامی متجاوز پاکستان شماری از افراد ملکی شهید و زخمی شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که نشست با نمایندگان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و برنامه انکشاف سازمان ملل متحد برگزار کرده است. در نشست برای گسترش همکاری‌های سازمان ملل در زمینه رسیدگی به مشکلات برگشت کنندگان و افزایش کمک‌های بشردوستانه تاکید شده است. اداره آمادگی مبارزه با حوادث یک تفاهمنامه همکاری مشترک را با یک مؤسسه مین‌پاکی به ارزش بیش از 563,000 دلار به امضا رسانده است. به گفته این اداره، این تفاهمنامه به هدف پاکسازی مناطق آلوده از ماین و افزایش آگاهی مردم در مورد خطرات آن در راستای حفاظت از جان و مال شهروندان کشور امضا شده است. و در آخرین خبر، رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که شمار جانباختگان زلزله‌های پیهم در ونزوئلا به 1700 نفر افزایش یافته و بیش از 5000 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان اداره تحقیقاتی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا بر اساس بررسی‌های خود برآورد کرده است که در پی این زلزله‌ها نزدیک به 59000 ساختمان آسیب دیده یا به طور کامل ویران شدند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.